سلام خدمت بینندگان عزیز. بازی مورتال کامبات اینجا دوباره من اومدم برای تعیین کلیدهای دسته یک رو فقط کلیدش رو تعیین کردم و این بار همونطور که گفته بودم بهتون میخوام در حالت تیمی 2 نفره با یه غول کاوالو برداشتم. که گفتم با غول خیلی راحت‌تر دست اول خیلی راحت پشت سر میذاره، حریفان ناچیز خودش رو به کنار میذاره. یک دفاع عالی از سوی کابال. غول هم که وجود داره برای خودش شعیف سوب زیرو خیلی عالی بود. مادر جان قربان این چیه؟ دفاعی بی موقع از این بالکن. وای دوباره بایدم بابا. عالی کار انجام میده. حالا به مرحله بعدی میرسه. غولش وایده خطرناک هست. الان باید میگم آفرین. آی از ساک چند از فاق مشخص شه اون 2 نفر قراره ببازن و به راحتی هم این اتفاق میفته. منتظر هست این بازیکن یه چیزشون دیگه حالا یه اپرگات دیگه. very good اپرگات. بله حالا خف میکنه حریفو. میدوه خودش رو حاضر میکنه در محلی که باید حضور داشته باشه و به راحتی حریفش رو به قبرستان نائل میکنه. بگی ببینم دیو جور بیا بالا. افتادی گیر من، حالا دیگه نمیتونی از گیر من فرار کنی. بگی آی نانی میزنی؟ حالا بگی آی خوبه. بوله آفرین شوجو میسپارم اونا رو به تو. شوجو خداحافظ.
خیلی عالی کار میکنه این بازیکن. میگم که یه پول داشته باشی همینم میشه. وعده ما یه بار بینیم بابا اون چیزا، این روش دیگه قدیمی شده واسه من. وای وای خودم گذاشتم بزنی ها، حالا تو که عدد نیستی. سیرابی، حالا سیرابی قرمز پوش با سیرابی سبز پوش. آی چشم حالا بهت میگم. بله اینجوریه. فهمیدی چرا سیرابی هستی؟ آی چشم شوکن بایدم. آی ما نمیزنی حالا بگیر. دوپ میلاین آره گیره من بیافتی دیگه هیچی ازت نمیمونه جیگر. آی چشه زرد قناری آپرکاتی که خیلی سریع‌تر میزنه کباب. وای من میزنی. خب من شهید شدم. حالا اینجاست که شوکان همه چی میسپارم به دست شوکان عزیز. یه ضربه ببخشید زیر باسن. فرصت نمیده این بازیکن به حریف ناچیز خودش. شلوار زرقناری زده حریف. حالا سه تا تیر که هیچ به هیچ جایی نمیبره و هر جا التماس میکنن این دوتا بازیکن که بتونن این دوتا بازیکن حریف رو شکست بدن ولی بازم نمیتونن. ریدن ریده واقعا. این مرحله اینجاست که غول میتونه به کمک آدم بیاد. بودن غول در کنار بای دادم یه پشت دستی به حلقومش میاره. فقط دیگه تیر بزنی. اوی چشه آنه میزنی آنه بده. میشینه منتظر هست ضربه نهایی رو فرود میاره و حریفش رو نشون میده که آی بازم پشت دستی برگون. اینجا شاکان سفره میشه. آی منتظر هست تا حریفش آی چشم آی چشم این بر نتونست. ببین حریف رو به زانو در آورده. یه حریف ناچیز رو
افتضاح کار کرد. هوش مصنوعی مزخرف این ورژن از بازی مورتال کامبت چی شد؟ بله اینجا سفره میشه حریف. به این صورت اگر گرایبی مصرف سیر شده از زندگی خودش و به طراحش میگه که چرا منو طراحی کردی که الان اینجوری کار خفیف بشم. حالا اینجا این کار افتضاح کرده. هوش مصنوعی ضعیفه و ایلان ماسکی که باید به فکر طراحی دوباره یه هوش مصنوعی این ورژن بازی بشه چون واقعا گند زده. چه نیتی این بازی رو طراحی کرده؟ حالا بازی آخر آی دماغ آی 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 آن به باد رفت. علی دوباره میاد. عمران جهانی آی 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 آی. خب دیگه مجبورم از این روش استفاده کنم. نمیخواستم این روش استفاده کنم ولی دیگه مجبورم کردی. دیدی وقتی محمد سفری بخواد بازی کنه اینجوری میشه. آی چه شد. فرار میکنه این بازیکن یه برگردون هلوم حریفه این مصرفش الکی یک گرد نکرده. آی چه شد. باید زمان سنج خوبی باشی بدونی که کی باید حرکت کنی به سمت پول چه کتک نخوری و به این راحتی شکست و به حریف تحمیل میکنه با کابال.